به نام خدا. این که خداوند در قرآن میگه من در قرآن از چیزی فروگذار نکردم یا ما نکردیم، یعنی هر چیزی که در قرآن نیازی به فهمیدنش هست، هر سوالی که در خلال خوندن قرآن برای ما ایجاد بشه، جوابش در خود قرآن موجوده. یعنی نیازی به رجوع کردن به تاریخ و حدیث و شأن نزول و غیره نیستش. اسم حضرت لوط که همریشه با فعل لواط هست، این سوالو همیشه در ذهن ایجاد می‌کرده که چرا نام پیامبر باید با اون عمل زشت که عمل قومش بوده هم آوا و هم ریشه باشه، وقتی ایشون پیامبر و مبری از چنین عملی مسلماً بوده. داستان‌های قرآن هم مسلماً به هدف رسوا کردن فلان قوم تاریخ برای مردم 1400 سال بعدش نیست که مثلا ما بفهمیم که بله اونها اهل لواط بودن، بلکه هدف بیان یک پترن و الگوهایی که در جامعه‌های 1400 سال پیش بوده، امروز هست و 1400 سال آینده هم اگر جهانی باشه خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه لوط در 27 آیه قرآن قید شده، ولی در هیچ جای قرآن کلمه لواط نیومده. از این 27 باری که لوط آمده 10 بارش اسم این پیامبر لوطا ذکر شده و لوطا 17 بار لوط. از ابتدا که شروع کنیم، خداوند اعلام میکنه که سلسله پیامبران از جمله زکریا و یحیی و عیسی و الیاس همه اینا از صالحین بودن، یعنی برای اصلاح یک سری مشکلاتی می اومدن، مشکلات زیربنایی و ریشه‌ای. اسماعیل و الیسع و یونس و لوط هم همه اینها ما فضیلتشون دادیم بر عالمین و الی آخر همه اینها رو هدایت کردیم به صراط مستقیم، یعنی اینها صراطی رو، راهی رو میرفتن که مستقیم نبود، راهشون کج بود، نیاز به اصلاح داشت، ما فضیلتی براشون نهادیم. و نهایتا خدا اعلام میکنه که اگر افراد شرک بورزن حبط میشه از اونها اون اعمالی که میکردن، یعنی اعمالشون توی دنیا حبط میشه. اگه یه نفر نخواد بره سراغ صراط مستقیم و اگر نخواد اصلاح بکنه، اتفاقی که میفته اینه که اعمالش توی دنیا، توی زندگیش حبط میشه خیلی راحت، یعنی اتفاق دیگه ای نمیفته، اعمالش از بین میره. خب چه اتفاقی بزرگتر از این؟ حالا بریم سراغ ماجرای لوط. به ترتیب طبیعی قرآن سوره اعراف آیه 80 اولین جایی هستش که داستان لوط رو شرح میده. و لوطن و لوط از قال لقومه، وقتی که گفت به قومش، یعنی به قوم لوط، اتعتون. کلمه اتعتون از ریشه اتیه هست. اگر ما این رو جستجو کنیم در قرآن، مثلا اینجا فأتو به صورت من مثله، بیارید سوره‌ای مثل قرآن، بیارید فأتو. قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا بهی متشابها، گفتن این یه چیزیه که رزق گرفتیم از قبل، وأتوا بهی متشابها، و داده شده به ما متشابهش، داده شده. قلنا اهبطوا منها جمیعا، بهشون گفته شد که جمیعا هبوط کنید از اونجا. فاما یأتینکم، پس اگر اعطا شد به شما، داده شد به شما، آمد برای شما از من هدایتی. خب این ریشه پس به معنای آوردن یا داده شدن هستش و خود کلمه اتعتونه عیناً به همین رسم الخط 3 بار در قرآن قید شده که هر 3 بارش هم در مورد خود قوم لوط هست. پس تا اینجا و لوطن از قال لقومه، و لوطا یا لوط زمانی که گفت به قومش، یعنی به قوم لوط، اتعتون الفاحشة، آیا عمل فاحش و زشتی رو انجام میدید، عملی که مشخصه که چقدر زشته. ما سبقکم، که سبقت نگرفته، سابقه نداشته کسی سبقت بگیره از شما، سبقکم بها، به آن، یعنی به اون فاحشه، به اون روشه که فاحش مشخص زشته، سابقه نداره این کاری که شما کردید یا این کاری که وجود داشته شدتش دادید، کسی از عالمیان از شما سبقت گرفته باشه. من احد من العالمین، هیچ احدی از عالمیان، یعنی حالا مردم سایر ملت‌ها، اقوام. خب حالا این چی هستش؟ آیه بعد توضیح میده. انکم
همانا شما روی صحبت با کیه؟ روی صحبت لوط هست با قومش، یعنی کل قوم، شامل مردای قوم، زنای قوم، همه اون کسانی که در این عمل زشت شریک بودن. لا تعتون، دقت کنید به کلمه عتیه از ریشه عتیه در آیه قبلش. می آوردید چه فاحشه ای رو، چه عمل زشت و فاحشی رو آوردید، درش افراد کردید به نحوی که سابقه ای در بین سایر اقوام نداشته. لا تعتون، لام اولش هم تأکید و شدتش رو میرسونه. به شدت می آورید الرجال، مردان رو، شهوتن، شهوتی یا به شهوت، من دون نساء، بجز زنان، به روشی بجز روش طبیعی که برانگیخته شدن شهوت مردا از طریق ارتباط جنسی با زنا هست. شما روش‌هایی رو آوردین برای تحریک شهوت مردان نسبت به زنان. پس یعنی قوم لوط راه‌هایی رو آورده بودن، اعمالی رو انجام میدادن که موجب تحریک شهوت مردان میشد بدون استفاده از زنان خودشون، یعنی بدون همبستری با زنان خودشون، از راه‌های دیگری شهوتشون، میل جنسیشون ارضا میشد. بلکه شما قوم مسرفی هستید. پس در چی اسراف میکردن؟ زیاده روی میکردن در شهوتشون، یعنی اکتفا نمیکردن به اینکه شهوتشون از طریق طبیعی خودش با همسرشون ارضا بشه. و ما کان جواب قومهی، جواب قومش نبود الا اینکه گفتن بیرونشون کنید از شهرتون، که اونا مردمایی هستن که یتطهرون، یعنی دم از طهارت میزنن، ادعای طهارتشون میشه، به قول امروز حالا جانماز آب میکشن. پس تا اینجا یکی این که شیوه اون قوم لوط افراط در شهوت بوده، در شهوت رانی بوده برای تحریک جنسی مردا بجز از طریق ارتباط جنسی با همسرانشون. دوم این شیوه کاملا زشت و فحشا بوده، یعنی این زشت بودنش علنی بوده، مخفی نبوده. سوم یک عمل ناپاک، یعنی غیر طاهر بوده، خودشون هم به این ناپاکی روش اشراف داشتن ولی به همون شکل هم عادت کرده بودن. و این آیه هم خطاب به همه قوم هست، کل قوم لوط. حالا سوال اصلی این هستش که آیا این مشکلی که قوم لوط داشتن در جوامع پیشرفته بشری ما امروز مصداق نداره؟ آیا امروزه در حقیقت اندام زن ابزار تبلیغاتی نشده به شیوه تحریک جنسی مردا؟ آیا مردا از طریقهایی بجز ارتباط زناشویی در بستر خودشون با همسرشون این روزها از طریق سایت ها و از طریق مسائل مختلف ارضاء جنسی نمیشن؟ فانجیناه و اهله، پس نجاتش دادیم، لوط یا همون لوطا و اهلش رو، کسانی که اهل شیوه تفکرش بودن، یعنی پیرو عملکردش بودن، الا امرأته، مگر زنش که عذاب شد. پس در واقع زن لوط هم جزو این افرادی بوده که به این شیوه ها رو آورده بوده. یعنی پس این یک چیزی مربوط به قول امروز گی بودن یا همجنس بازی مرد با مرد نداشته. برای همین در 2 آیه بعدش نام زنی رو میاره که مشخص بشه این قضیه فقط مختص مردها نبوده. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، پس ببین عاقبت مجرمین چی شد، چطور بود. مجرم از ریشه جرمه میشه کسی که از یک حقیقتی بریده، مثل یک گیاهی که از منابع طبیعی خودش وقتی ببره پژمرده میشه، با مشکل مواجه میشه. هیچ جایی هم براش بخشنامه نشده که تو موظفی آب سالم بنوشی، موظفی نور خورشید بگیری، موظفی که آفت نزنی، ولی خب هر کسی که هر آفتی بزنه دامنگیرش میشه. این میشه مجرم. پس لزومی نیستش که جایی قید شده باشه، ثبت شده باشه که این کار جرمه، نباید انجام بشه. هیچ کتب دینی قبل از قوم لوط چنین چیزی رو اعلام نکرده بود که مثلا مردها حق ندارن به شیوه های غیر از همبستری با زنشون ارضاء جنسی بشن. این مندرآوردهای بشر تمامی نداره، روز به روز شیوه های مختلف در حال ایجاد شدنه. پس خداوند نه اینکه نخواست جزئیات رو شرح بده، لزومی ندیده، مهم اینه که یک عمل زشتی
تبدیل به عرف جامعه شد و همه اون رو پذیرفتن، رأی دادن، تایید کردن و براشون یه چیز خیلی هم طبیعی جلوه کرد. سوره مؤمنون یک کلید کلی به ما داده. قد افلح المؤمنون. قطعاً مؤمنین خودشون، جامعهشون فلوریش میشن، شکوفا میشن یا شدن. کیا هستن حالا اینا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اونایین این مؤمنین هم که خودشون در صلاتشون، ارتباطشون با خدا خاشعن، فروتنن. والذین هم و کسانی که خودشون، دقت کنید دوبار این خودشون تأکید میشه، عن اللغو معرضون، خودشون از هر کار لغوی، بیهوده‌ای، بی‌حاصلی معرضون، اعراض میکنن، در عرضش قرار میگیرن. نه اینکه بد و بیرا میگن به کسانی که اون کار انجام میدن، خودشون اعراض میکنن از انجام اون کار به خاطر اینکه اون رو لغو و بی هدف و بیهوده میدونن. پس لزومی نیستش که همه کارهای لغو رو خداوند تو قرآن نام ببره یکی یکی تا برای ما مشخص کنه که خب فلان چیز لغوه. ما خداوند به همون عقل داده و فطرت داده. فطرت انسان میدونه که چه چیزی زیباست، چه چیزی زشت. همه ما در اولین باری که با این مسائل غیر عرف، در حقیقت آمیزش‌های جنسی مرد با مرد، زن با زن، تصاویر اینترنتی، مسائل خود ارضایی آشنا میشیم، نفسمون بهمون اعلام میکنه که این یک چیز مضحک و در حقیقت زشته. جزو همون چیزهای لغوی هستن که نهایتاً باعث حبط اعمال آدم میشه. یعنی عملاً انسان یک عمرش رو صرف چیزهایی میکنه که حبط میشه. ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشری، و رسولان ما با بشارتی برای ابراهیم اومدن. حالا این رسولان که بعداً میخونیم فرشته بودن، یعنی پس جنسیت نداشتن، نه مرد بودن نه زن. پس در چه شکل و هیبتی بر ابراهیم ظاهر شدن الله اعلم، ولی نگفته به صورت مرد ظاهر شدن، نگفته به صورت زن ظاهر شدن. فلما را، وقتی که ابراهیم دید دستشون به غذا دراز نمیشه، یعنی چیزی نمیخورن این دو فرشته، مسلماً ترسید و اونا بلافاصله اعلام کردن ما به سوی قوم لوط ارسال شدیم. یعنی نگران نباش، ما مشیت دیگه ای داریم، اومدیم اینجا قصد شر نداریم. و امرأته، یعنی بعد از اینی که این رو اعلام کرد که گفت نترس ما ارسال شدیم به سمت قوم لوط، و امرأته قائمت فضحکت، زنش، زن ابراهیم بلند شد و شروع کرد به خندیدن. فضحکت یعنی براش خیلی مضحک بود. حالا چی مضحک بود؟ شنیدن این خبر که 2 رسول خدا فرستاده شدن برای هدایت قوم لوط. نشون میده عمل فحشای قوم لوط انقدر زبان زد شده بوده که اقوام همسایه هم به خوبی میدونستن این عمل چقدر قبیحه و زشته. اسم نمیخوام ببرم، ولی مثلا میگن فلان شهر ایران اهل فلان عمل زشت جنسی هستن. اون وقتی که اسمش برده بشه که مثلا 2 رسول ارسال شده به سمت شهر فلان برای هدایتشون، چه بسا یک انسانی که تقوای کافی نداشته باشه همون لحظه خندش بگیره که مگه میشه اصلا اینا رو هدایت کرد، یا اصلا چرا برای اینها رسول ارسال بشه الی آخر. بعد از این بشارت فرزند داده میشه به ابراهیم و عکس العمل زن ابراهیم رو نشون میده و نهایتاً وقتی ترس ابراهیم کنار میره و بشارت فرزند رو میگیره، بعد چیکار کنه؟ حالا به جای که خوشحال بشه و سر از پا نشناسه به خاطر منافع خودش، یجادلنا فی قوم لوط، شروع میکنه به مجادله کردن درباره خبر عذاب قوم لوط که دریافت کرده. چون ابراهیم به جایی که خودخواه باشه، دنبال منافع شخصی خودش باشه، هم حلیم بود، یعنی دوست داشت مثل خداوند که صفت حلیم داره این عقوبت به تعویق بیفته، همون لحظه بلایی سر قوم لوط نیاد. اواه و منیب، برگشت پذیر بود، دوست داشت همینجوری که خداوند برگشت پذیره و اون دائما به سمت خدا برگشت میکرد، میشد یه راهی وجود داشته باشه که خداوند یک زمان دیگه لب کلام فرجه‌ای به اونها بده قبل از اینکه بلایی سرشون بیاد، که خداوند از ابراهیم میخواد اعراض کنه از چنین خواسته‌ای، چون موعد عذاب فرا رسیده و مجال برگشتی هم دیگه نیست و عذابی که بهشون داده شده غیر مردوده، یعنی قابل رد شدن و از سرشون گذشتن نیست. چرا؟ چون اون گناه، اون مشکل، اون فحشا در عمق دل و وجود و به قول امروز دی ان ایشون رسوخ کرده و قابل زوده شدن دیگه نیست. ولما جاءت رسولنا لوطا، و وقتی که اومدن رسولان ما به سمت لوطا یا لوط،
همون دوتا فرشته‌ای که اول رفته بودن پیش ابراهیم، وقتی رفتن حالا پیش لوط، حسابی شوکه شد لوط به قول معروف و گفت هازا یوم عصیب، امروز روز سختی در پیشه. یعنی طبق بک‌گراندی که از قومش داشت و این دو نفری رو که دید متوجه شد که امروز روز سختی در پیش دارن. و جاءه و آمدند نزد او، یعنی لوط، قومه یعنی قومش میشه قوم لوط، یهرعون دوان حالا یا با هجوم با عجله، الیه به سوی او. ببینید 3 بار اینجا ه تکرار شده. به سوی لوط قومش دوان اومدن، نه به سوی اون رسولان. و لوط گفت این روز سختی خواهد بود و جاءه قومه یهرعون الیه، و این روز سخت به این شکل شروع شد که اومدن نزدش قومش با شتاب به سوی او، یعنی به سوی لوط. و من قبل کانوا یعملون السیئات، و از قبل هم چنین کارهای زشتی میکردن. پس لوط سابقه اونها رو داشت و تا 2 نفر غریبه رو دید که دارن میان، گفت وای بر من که الان اینا مجدد حمله ور میشن به من درباره این 2 نفری که اومدن اینجا، حالا یا به این 2 نفر. این 2 تا رسول، 2 تا فرشته، سوال اینجاست به چه قالب فیزیکی، به چه شکل مادی ظاهر شده بودن؟ قال یا قوم، لوط به کسانی که به سمت خونش حمله ور شده بودن گفت یا قوم یا قومی، ای قوم من، هؤلاء بناتی، اینا دختران منند. یعنی این 2 رسول که البته نمیدونسته هنوز رسولن، این 2 غریبه که در قالب زن ظاهر شده بودند، مؤنث بودند، دختران من هستند. هن اطهر لکم، اینا این 2 تا فرشته، این 2 زن غریبه طاهرترن برای شما. در مقایسه با چی؟ در مقایسه با اون معیارهایی که برای خودتون ایجاد کردین، در رابطه با اون روش‌هایی که شهوت انگیز نگاه میکنید به همه چیزها. این 2 تا طاهرترن از همه اون دیدگاه‌هایی که شما دارید، از اون روش‌هایی که بهش عادت کردید. نمیتونید جلوی خودتون رو بگیرید. امروز اگه یه زن سالم توی یه جامعه خرابی وارد بشه، آیا غیر از اینه که همه بهش از دید جنسی نگاه میکنن؟ صرف نظر از این که حالا آیا اون زن خودش سالمه، خرابه، چه پوششی داره، چه نیتی داره الی آخر. به هر حال پس از خدا پروا کنید و من رو جلوی مهمونام محزون نکنید. پس لوط با شناختی که از قومش داشت 2 تا ترفند میزنه. یکی این که میگه اینا دخترای من هستن، اینا رو فرض کنید دختر منن. میدونسته اون قوم به مسائل ناموسی هنوز پایبندن. دوم این که میگه اینا مهمون من هستن، که باز احتمال میداده حرمت مهمون حفظ بشه. الیس منکم رجل رشیدون، آیا تو شما یه مرد رشید پیدا نمیشه؟ مثل این که ما امروز بگیم آیا یه مرد غیرتمند این وسط پیدا نمیشه؟ پس تحریک غیرتشون رو هم میکنه، این هم به عنوان راه سوم که بتونه جلوگیری بکنه از این حمله‌ای که کردن. و این 3 تا راه تا حدودی هم جواب میده. در پاسخ به لوط گفتن قالو، تو خوب میدونی که ما حق دست درازی به دخترای تو رو نداریم. یعنی چی؟ یعنی این دختر تو نیست، ولی به فرض که حالا میگی شما دختر این مثل دختر منه، میدونی که ما دست درازی نمی کنیم به دخترای تو. و ان لتعلم ما نرید، اما خودت خوب میدونیم ما نرید چی میخوایم یا چی اراده کردیم. یعنی نمیتونی جلوی اراده ما رو به این روش‌هایی که مد نظر داری بگیری. پس موقتاً نشون میده که به احترام لوط دست کشیدن، ولی اعلام کردن ما منصرف نشدیم، ادامه میدیم، ارادمون رو به کرسی میشونیم. قال گفت، قالو گفتن. اینجا داره یه محاوره رو نشون میده، یه دیالوگ رو نشون میده بین لوط و مهماناش، که یعنی موقت موفق شده امنیت اونها رو، امنیت خودش رو حفظ کنه، ولی این آرامش قبل از طوفانه. پس یک دیالوگ هست. قال، لوط گفت به اون 2 زن ناشناس که در واقع 2 رسول بودن، ای کاش برای من یه قوتی بود برای دفاع از شما. یعنی پس من قوای دفاع از شما رو ندارم. یا یک ارکانی بود. رکن به زبان امروزی ارگان، ارکان، سازمان. ای کاش یک جایگاهی، پایگاهی بود که من بتونم پناه ببرم بهش از شر این مزاحمت ها. حالا هم مزاحمت هایی که برای شما ایجاد کردن، هم برای خود من ایجاد میکنن. پس نشون میده تو اون جامعه کسی توان مقابله با این بیماری شهوانی فراگیر رو دیگه نداشته. یک. دوم این که جامعه یک مدیر و مدیریت درست و حسابی نداشته برای مبارزه با این مشکلات.
که اون وقت قالو گفتند اون رسولان 2 نفر فرشته که در قالب زن بودن در منزل لوط در پاسخ به این حالا درد دل لوط گفتند ما رسولان رب تو هستیم، اینا دستشون به تو نخواهد رسید. یعنی نشون میده پس خود لوط هم تهدید شده بوده و الی آخر ادامه داستان. حالا چند تا نتیجه که ما اینجا میشه بگیریم. فعل نادرست قوم لوط لواط به مفهوم امروزی که ما مد نظرمون هست، یعنی رابطه جنسی مرد با مرد نبوده. چه بسا اون شیوه بیبندوباری جنسی، تحریک جنسی شامل لواط هم بوده ولی قید نشده که لواط بوده. مشکل ایجاد یک سری راه‌های من درآوردی یا در حقیقت سبقت گرفتن در یک سری شیوه‌های ارضاء جنسی مردان به شیوهی بجز ارتباط طبیعی با همسرانشون بوده. لوط دخترای خودش رو به اراذلی که اونجا حمله میکنن تقدیم نمیکنه که حالا چه با ازدواج چه به هر شکلی. فرض کنید لوط 3 تا دختر داشته، 100 نفر به اونجا حمله کرده بودن، خب چه منطقی ایجاب میکنه که به اینا اعلام بکنه اینا دختران من هستن بیاین با اینها ازدواج کنید؟ پس اون 2 فرشته در قالب زن ظاهر شده بودن، نه اینکه لوط دخترای خودش رو به اراذل تقدیم بکنه. اون 2 تا زن زیبایی خیره کننده‌ای داشتن احتمالاً که از دور به چشم خود لوط میرسه. از دور که میبینه 2 تا زن حالا با یک شمایل خیره کننده‌ای دارن میان، میگه ای وای که روز سختی در پیشه. این یه داستان تاریخی نیست که 1400 سال پیش تموم شده باشه، پیوسته تکرار میشه. امروز هم استفاده ابزاری از زن اگه بیشتر از اون موقع نباشه کمتر نیست. تصاویر مستهجن و ابزارهای تحریک جنسی و همه این مسائل ها در جهان ما متاسفانه وجود داره و جایگزین ارتباط طبیعی زناشویی بین زن و مرد هر دو با الف و لام شده. این که خداوند میگه این اقوام و پیامبران رو ما فضلنا علی العالمین، بر عالمیان فضیلت دادیم، به خاطر این هستش که اونا این امکان رو داشتن که یه فرشته یا پیامبری به صورت فیزیکی ظاهر بشه، برانگیخته بشه در جمعشون و بهشون تذکر بده از این اعمال فاحشی که انجام میدادن زشت بوده. اما در دوران ما این وجود نداره و به عقل خود ما سپرده شده. شیوه هایی که من درآوردی بشر هست برای منفعت طلبی مادی و لذت طلبی جنسی 1-2 نیست که در قرآن قابل ذکر شدن باشه. پس خداوند عمدن جزئیات فحشای این قوم رو مسکوت نگه داشته که اعلام کنه مهم نوع فحشا نیست، مهم اینه که ما با عقل خودمون بفهمیم چه کاری زشته چه کاری زیباست و از کارهای زشت اجتناب کنیم. و خداوند هم در قرآن نمیگه گرامی ترین انسان ها ان اکرمکم عندالله، آزادترین اونها، نمیگه آزادترین شما از لحاظ آزادی جنسی، استمناء و هر گونه مسائل دیگه‌ای که به فردیت یک فرد برگرده. نمیاد بگه این از نظر من گرامیه، شناخته شده است، این حق انسان هاست. میگه با تقواترین، اون کسی که بتونه بیشترین کنترل رو روی این خواسته های نفسانی خودش در این دنیای گذرا داشته باشه. و سلام.